سوال اول: در ماه شعبان روزه داشتن ممکن است؟ بله، در ماه شعبان روزه داشتن ممکن است، بلکه یکی از ماه‌هایی هست که روزه داشتن اجر عظیم دارد. خیلی که امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری گفتن که باب صوم شعبان، باب درباره مشروع بودن و جایز بودن روزه داشتن ماه شعبان. سپس حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها را ذکر کردند که حضرت عایشه گفتند که ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل صیام شهر الا رمضان و ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان. حضرت عایشه رضی الله عنها میگویند که ندیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را که یگان ماه را پر روزه داشته باشند غیر ماه رمضان. یعنی یگان ماهی که پر 29 روز یا 30 روز روزه می داشتند این ماه مبارک رمضان بود. و ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان، و در یگان ماه ندیدم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار روزه داشته باشند مثل شعبان. یعنی اکثر شعبان را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه می داشتند. بنابراین حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند که کان یکون علی الصوم من رمضان فلا اقضیه فما استطیع ان اقضیه الا فی شعبان. من از رمضان گذشته قرضدار بودم، یعنی قضایی داشتم، من نمیتوانستم اون قضایی را ادا کنم مگرم در شعبان. این حدیث دلالت میکند که کدام شخصی که در رمضان گذشته اگر از رمضان قرضدار باشد، عادت ماهانه داشته باشد، زنهایی که یا مسافرها یا بیمارهایی که به عذر روزه نداشتند، میتونه آن روزهایی که از رمضان گذشته قضا کرده بودند در ماه شعبان روزه دارند.